آقای اشرف غنی یک عروسکی در دست امریکا بود. خب او را آورده بود وزارت های کلیدی هم اما دست آقای خود محقق، شما امریکا هم در حکومت نقش داشتین، مشاور رئیس جمهور غنی بودین. بود. ما بعد از 6 ماه جنجال با غنی یک وزارت در درست وزارت مخابرات با ما دادن. ما تنها مشاور نبودیم، ما یک پس شریک شما شدیم مشاور یک که عروسک شدین، درست؟ ناخواسته. پس شما اینا مشاور همه یک دست عروسک امریکا بودین؟ بود. بله؟ شما مشاور یک عروسک بودین؟ ما در افغانستان به زور خود اگر بودیم در امو میرفتیم در امو چیز عروسه خود شما هستید که این ترکی برنامه رو جور کردن رئیستید به که توجیه میکنین کار از اینا را. ما از قیافه تانم خب این پیداست که نظر عروسه شخصیتان است آقای محقق. از شما که هستین اونمو جزی امو ساخته و پرداخته از ناستین